الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. داشتیم در مورد احادیث ثلاثی امام بخاری سخن می گفتیم، یعنی اون حدیث هایی که با تنها 3 حلقه سند به رسول خدا می رسند صلی الله علیه و سلم، و ما احادیثی را بیان نمودیم و اکنون ادامه آن. یکی دیگر از اون احادیث که امام بخاری تنها با 3 حلقه سند به رسول الله می رسد و روایت می کند، حدیث دیگری است از مکی ابن ابراهیم. این حدیث هفتم باشد، حدیث هفتم است. حدیث هفتم امام بخاری از مکی ابن ابراهیم روایت می کند، اون هم از یزید ابن عبید و اون هم از سلمه ابن اکوع رضای خدا بر او باد. می فرماید سلمه ابن اکوع می فرماید بایعت النبی صلی الله علیه و سلم ثم عدلت الى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا. فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. سلمه می فرماید من به رسول خدا بیعت دادم صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه، یعنی در زیر درخت بیعت الرضوان به رسول الله بیعت دادم. سپس رفتم در یک گوشه نشستم زیر سایه درخت. هنگامی که مردم دیگه مقداری سبک شدند، یعنی مقداری خلوت شد و همگی آمدند و یکی پس از دیگری به رسول خدا بیعت دادند صلی الله علیه و سلم، گفت ای فرزند اکوع بیعت نمی دهی؟ رسول الله فرمود گفتم من بیعت دادم ای رسول خدا. فرمود باز هم. میگه منم برای بار دوم بیعت دادم. گفتم این یزید ابن ابی عبید میگوید گفتم ای ابو مسلم منظور همون سلمه ابن اکوع است. گفتم ای ابو مسلم با چه چیزی داشتید بیعت میدادید؟ یعنی در آن روز بیعت شما بر چی بود؟ چون بیعت های مختلفی وجود دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت النساء داریم، فقط بیعت میدهند بر این که التزام داشته باشند به توحید و یگانگی خدا و خدا را بندگی کنند و به واجبات پایبند باشند و محرمات مرتکب نشوند. اون به آن گفته می شود بیعت النساء. و بیعت بر جهاد داریم، بیعت بر مرگ داریم، بیعت بر صبر و پایداری داریم. گفت ما اون روز بیعت بر مرگ دادیم، یعنی بیعت دادیم تا پای جان خود از دین خدا دفاع کنیم و از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع کنیم. حالا امام بخاری این حدیث هم امام بخاری روایت می کند، هم امام مسلم، یعنی حدیثی است متفق علیه. اما از طریق امام مسلم ظاهرا با 4 سند به رسول خدا می رسد. امام بخاری این حدیث را زیر این باب آورده، باب إذ يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين
إذ يبايعونك تحت الشجرة. این آیه که در سوره فتح است، در سوره فتح است و آیه 18 که آیه را بخوانیم. لقد میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. میگه حقیقتا پروردگار راضی شد از همان مؤمنانی که هنگامی که به تو بیعت میدهند در زیر آن درخت، که اون مسلمانان 1400 نفر بودند، در زیر اون درخت به رسول الله بیعت دادند که در حدیبیه قرار گرفته بود. بیعت میدادند بل اینکه ان یناجزوا قریشا ولا یفروا، که بالاخره کار را با قریش فیصله کنند و فرار نکنند تا پای مرگ. زیر اون درخت یعنی سمرة كانت هنالك، یک درختی بود به اسم درخت سمره که در اونجا بود. و هذه البیعه تسمى بیعت الرضوان، و این بیعت هم به آن گفته می شود بیعت رضوان. چرا؟ چون در زیر این درخت پروردگار از تمام اون 1400 نفر راضی شد. فعلم ما فی قلوبهم، پروردگار می دانست چه چیزی در دل آنها وجود دارد، چه مقدار اخلاص و وفا به عهد و پیمان در آن دلها وجود دارد. فعلم ما فی قلوبهم، علم داشت به آن چیزی که در قلب آنان بود، به همین خاطر بیعت را از آنان، به همین خاطر از آنان راضی شد. حالا روافض نمیدونم با چه روی این آیات را میخوانند و در عین حال به تمام اون 1400 نفر توهین میکنند و همه را کافر میدونند. خداوند متعال فعلم ما فی قلوبهم، پروردگار میدانست در قلب این اصحاب رسول الله چه چیزی وجود دارد، چه مقدار اخلاص و وفا به عهد و پیمان وجود دارد. فانزل السکینة علیهم، پروردگار آرامش را و طمأنینه و آرامش را بر دل این مؤمنان نازل نمود، به اینکه یقین پیدا کردند که نصرتی از جانب خدا شامل حال آنان می شود، پیروز خواهند شد و پیروزمندانه و سربلندانه. یعنی این صلح و این بیعت باعث سرافرازی و سربلندی آنان خواهد شد. و اثابهم فتحا قریبا، و پروردگار آنان را پاداش داد به یک فتح نزدیک. و اثابهم فتحا قریبا، یعنی خود این صلح حدیبیه هم فتحی بود و بعدا فتح خیبر بعد از این اتفاق افتاد و فتح مکه اتفاق افتاد. همه اینها از فتوحی بودند که پروردگار به آن وعده داده بود و آنان را پاداش داد به فتحهای متعددی بعد از این صلح حدیبیه. حالا ما بیاییم ببینیم امام بخاری هنگامی که در زیر این آیه این مطالب را بیان می کند، بقیه احادیثی که مربوط به این هستند چی هستند؟ دوباره امام بخاری با سند خودش در حدیث 2958 بیان می کند با سند خود از موسی بن اسماعیل، اون هم از جویریه، اون هم از نافع. این 3 نفر. نافع هم از عبدالله بن عمر، این 4 نفر. این هم یکی از اون احادیث رباعی است. می فرماید رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 2 على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. می فرماید ما در سال بعدی، یعنی سال آینده، ما برگشتیم. رجعنا من العام المقبل، یعنی چون اون سال که اونها در صلح حدیبیه صلحی در بین مسلمانان و مشرکین اتفاق افتاد و در این صلح
یکی از بند این صلح این بود که باید امسال مسلمانان به مکه برگردند، به مدینه برگردند و سال آینده برای قضای این عمره برگردند، چون اونا به نیت احرام عمره بسته بودند و به همین خاطر برای سال آینده، میگه سال آینده ما برگشتیم به مکه مکرمه 1 سال بعد از صلح حدیبیه. بعدا میفرماید فما اجتمع منا 2 على الشجرة التي بايعنا تحتها. میگه 2 نفر از ما جمع نشدیم زیر اون درختی که در زیر آن بیعت داده بودیم. كانت رحمة من الله، این رحمتی بود از جانب پروردگار. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما برای سال بعدی برگشتیم اصلا اون درخت را نیافتیم و میگه این خودش یک رحمتی بود از جانب پروردگار. چرا؟ امام نووی میفرماید یعنی اصلا جای اون درخت برای ما پوشیده موند، یعنی ما نتونستیم حالا وقتی که سال آینده برگشتیم درخت را نیافتیم. اون درخت را 2 نفر از ما اتفاق نیفتاد که زیر اون درخت با هم جمع شویم. امام نووی میفرماید سبب پنهان شدن این درخت از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از 1 سال فقط چی بود؟ ان لا یفتتن الناس بها، تا مردم دچار فتنه نشوند به وسیله آن درخت. لما جرى تحتها من الخیر و نزول الرضوان و السکینه، به خاطر اینکه در زیر اون درخت چه اتفاق عظیمی افتاده، که در زیر آن درخت چه خیر و نیکی شامل مسلمانان شده، چه نزول رحمتی در آن اتفاق افتاده، رضایت خدا و آرامش خدا در زیر آن درخت بر مسلمانان نازل شده و غیر آن. میفرماید اگر این درخت برای آنها معلوم میشد فلو بقیت ظاهرة معلومة لخیف تعظیم الاعراب والجهال ایاها. میگه ترس این میرفت که افراد بادیه نشین اعراب و انسانهای نادان فریب بخورند و دچار فتنه شوند و بیایند این درخت را تعظیم کنند و کم کم آن را عبادت کنند. پس فکان خفاؤها رحمة من الله تعالی. پس میفرماید امام نووی پنهان شدن آن درخت از اصحاب رحمتی بود از جانب پروردگار. همین که عبدالله بن عمر فرمود كانت رحمة من الله، این رحمتی بود از جانب پروردگار. نکته خیلی قشنگ و زیباست و هم تفسیر امام نووی برای آن بسیار قشنگ و زیباست. فسألت نافعا، میگه من از نافع سوال کردم که میگه چون جویریه این حدیث را روایت میکند از نافع، پس مشخص جویریه از او سوال میکند. میفرماید من پرسیدم على ای شیء بایعهم على الموت، میگه گفتم مسلمانان در زیر اون درخت بر چه چیزی بیعت دادن به رسول خدا؟ بر مرگ بیعت دادن؟ قال لا بل بایعهم على الصبر. فرمود نخیر، بلکه از آنان بیعت گرفت که صابر و پایدار باشند. البته این نکته که میفرماید بیعت دادن بر صبر کمی مخالفت دارد با اون چیزی که خود سلمه ابن اکوع میفرماید، چون نافع دیگه مشخصا نبوده، نافع تابعی است، شاگرد عبدالله ابن عمر است و برده آزاد شده اوست و یکی از بزرگترین علمای عصر خودش هست و یکی از شیوخ بزرگ امام مالک است نافع. و امام مالک احادیث فراوانی روایت میکند تنها با 2 نفر، نافع از ابن عمر، بس نافع از ابن عمر، یعنی مالک از نافع روایت میکند و نافع هم از ابن عمر. احادیث امام مالک هم از این قبیل دارد که میشه ثنائیات مالک، یعنی تنها با 2 حلقه سند به رسول خدا میرسد صلی الله علیه و سلم.
حالا در اینجا میفرماید امام نافع انگار اینجوری فهمیده که این بیعتی بوده بر صبر و استقامت و پایداری که در واقع نتیجهش مرگ می شود. یعنی چی؟ یعنی صبر و پایداری کنید، نباید فرار کنید. که فرار نکردید یعنی تا پای مرگ، تا پای جان باید استقامت کنید. به نظر من بیعت بر صبر و استقامت هم بیعت بر مرگ هست. حالا ببینیم حدیث دیگه در این زمینه. بس امام بخاری حدیث دیگری بیان می کند، حدیث 2959 میفرماید موسی بن اسماعیل، یعنی امام بخاری با سند خود از موسی بن اسماعیل روایت می کند که شیخ بخاری است، اون هم از وهیب، اون هم از عمرو بن یحیی، این شد 3 نفر. اون هم از عباد بن تمیم، اون شد 4 نفر. اون هم از عبدالله بن زید، این شد 5 نفر. یعنی نگاه میکنید در اینجا امام بخاری با 5 نفر به رسول خدا میرسد. رضی الله عنه قال لما كان زمن الحرة اتاه آت. میگه هنگامی که حادثه حره اتفاق افتاد، هنگامی که زمان حادثه حره که اتفاق افتاد، حره یک حادثه بود که در مدینه منوره اتفاق افتاد در زمان یزید بن معاویه و حره به همون سرزمینی گفته می شود که سنگهای سیاهی در آن وجود دارد و منظور به آن حره شرقی مدینه است، یعنی حره که در جهت شرق مدینه قرار گرفته است، که در اونجا حادثه بسیار عظیم و مشکلی، فتنه بسیار بزرگی اتفاق افتاد در اون عصر. میفرماید لما كان زمن الحرة اتاه آت، شخصی نزد او آمد فقال له يا ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فرمود عبدالله بن حنظله فرزند ابو عامر که معروف است پدرش به غسیل ملائکه، یعنی اون کسی که پدرش او را غسل داده است، یعنی پدرش که اولین بار ازدواج می کند، همون بار اول فرصت غسل کردن پیدا نمی کند و جهاد می رود و شهید می شود و بعدا ملائکه او را غسل می دهند. عبدالله فرزند حنظله، یعنی حنظله یکی از اون مردان بسیار بزرگوار از صحابه است که کنیه ابو عامر داشته و غسیل ملائکه است. عبدالله بن حنظله هم از مسلمانان بیعت میگیرد برای خودش. در اینجا میفرماید یعنی در زمان یزید همچنان که حسین ابن علی حاضر نیست که به یزید بیعت بدهد، عبدالله ابن حنظله هم و عبدالله ابن زبیر، این 3 نفر هر کدوم در یک نقطه‌ای بالاخره حاضر نیستند. عبدالله ابن زبیر در مکه و عبدالله ابن حنظله هم در مدینه، یعنی عبدالله ابن حنظله در مدینه از مسلمانان بیعت میگیرد که اون امیر مدینه باشد و عبدالله ابن زبیر هم در مکه از مسلمانان مکه بیعت میگیرد و یزید ابن معاویه هم در شام است. حالا یزید ابن معاویه به هر دو طرف از اینها میآید و بالاخره هجوم میآورد و متاسفانه حرمت مکه و مدینه را میشکند و عبدالله ابن زبیر را شهید میکند و در مکه مکرمه و عبدالله ابن حنظله هم به همین صورت برای اون همون مشکل پیش می آید که می فرماید هنگامی که در زمان حره یکی آمد پیش عبدالله ابن زید رضای خدا بر او باد، گفت ابن حنظله بیعت می گیرد از مردم بر مرگ، فقال لا ابایع على هذا احدا بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشان فرمودند من بعد از رسول خدا به هیچ کسی بیعت نمیدهم بر مرگ. تمام، یک بار بیعت دادم بر مرگ، اون هم زمان به رسول خدا دادم.
صلی الله علیه وسلم. دیگه بیعتی به کسی نمیدهم بر مرگ. این میرساند که قول نافع هم در این مسئله باز اینو تایید میکند که امام یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم در بیعت صلح حدیبیه بیعت گرفته بر مرگ. همچنان که در حدیث سلمه ابن اکوع همین بود. گفتیم که سلمه ابن اکوع گفت من بیعت دادم به رسول خدا صلی الله علیه وسلم. بعدا ابو مسلم گفت بر چه چیزی بیعت دادید؟ گفت بر مرگ. پس این دوتا حدیث اثبات میکنند که در اونجا نافع به خطا رفته، یعنی برداشتش این بوده. هرچند من با تفسیری که من کردم نتیجهش همون مرگ میشه، یعنی کسی که بر بیعت میکند بر صبر و پایداری و این که فرار نکند و بماند. یعنی چی؟ یعنی تا پای جان. نتیجتا اختلافی با هم ندارند. حالا اگر کسی بگوید اختلافی هست، ما میگیم بله اصل بر مرگ بوده، ولی در واقع اصل باید بر اول انسان صبر میکند، پایداری میکند، بعد نهایتا منجر به مرگ و شهادت میشود. بعدا امام بخاری حدیث دیگری باز برای ما بیان میکند در همین باب که دوست داریم این به همین خاطر میخوام این احادیثی که مربوط به این موضوع هستند بیان کنیم. امام بخاری با سند خودش باز حدیث دیگری بیان میکند، حدیث 2961 با سند خود از حفص بن عمر، این هم شیخ امام بخاری، اون هم از شعبه، اون هم از حمید، این 3 نفر. اون حمید میگه من از انس شنیدم، این 4 نفر رضای خدا بر او باد. میفرمود كانت الانصار يوم الخندق تقول، میگه مسلمانان انصار در جنگ خندق، هنگامی که خندق را حفر میکردند و میکندند، میفرمودند نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا. میگفتند ما همان کسانی هستیم که به محمد بیعت داده ایم صلی الله علیه و سلم بر جهاد تا زنده باشیم، یعنی برای همیشه ما به او بیعت داده ایم، بر جهاد بیعت داده ایم. بعدا فعجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال، رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنان پاسخ داد و فرمود اللهم لا عیش الا عیش الاخره. فرمود ای پروردگار زندگی وجود ندارد جز زندگی آخرت. فاکرم الانصار والمهاجره، ای پروردگار انصار و مهاجرین را گرامی بدار. نگاه کن در اینجا رسول خدا انصار را جلو انداخت، در حالی که از لحاظ فضل و بزرگی مهاجرین بزرگتر هستند. اما در اینجا چون این انصار این را فرمودند در پاسخ، اون هم برای آنان دعا نمود و دعایش اصلا به عنوان یک نظمی در اومده. این که مثلا میگوین رسول خدا که شاعر نبوده، بله شاعر نبوده، ولی نگاه میکنی گاهی کلماتی بر زبانش جاری شده بر وزن شعر. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. دقیق بر تمام اوزان شعر. پروردگارا زندگی وجود ندارد جز زندگی آخرت، پس انصار و مهاجرین را گرامی بدار. بعدا یک حدیث دیگر امام بخاری در همین باب می آورد با سند خود از اسحاق بن ابراهیم، این هم یکی دیگر از شیوخ امام بخاری. اون هم از محمد بن فضیل شنیده، اون هم از عاصم هم از ابی عثمان هم از مجاشع رضای خدا بر او باد، این که صحابه است. یعنی شد چند نفر؟ اسحاق بن ابراهیم 1، محمد بن فضیل 2، عاصم 3، ابی عثمان 4، مجاشع 5. پس این است اگر ما حدیثی را یافتیم در بخاری تنها با 3 سلسله سند، این خیلی مهم است. یعنی باید بگوییم سندهای طلایی امام بخاری، سلسله سندهای طلایی که تنها با 3 حلقه سند به رسول الله میرسد صلی الله علیه وسلم. حالا در اینجا با 5 نفر میفرماید مجاشع رضای خدا بر او باد
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي. میگه من و برادرم آمدیم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم. فقلت بایعنا علی الهجره. گفتیم ای رسول خدا به ما بیعت بده بر هجرت، یعنی ما داریم به تو بیعت میدهیم بر هجرت. فقال مضت الهجرة لأهلها. میفرماید چون اینها قبل از فتح مکه آمدند و میخواستند بیعت بدهند که دیگه نه عفوا یعنی بعد از فتح مکه، یعنی قبل از فتح مکه هجرت اتفاق افتاده. کسی که بعد از فتح مکه به رسول الله بیعت بدهد دیگه هجرت تمام شده. فرمود مضت الهجرة لأهلها، فرمود هجرت دیگه تمام شد برای کسانی که هجرت کردند. حکم هجرت ثابت شد و تمام شد برای اون افرادی که قبل از فتح مکه هجرت کردند. فقلت علی ما تبایعون، پس گفتم بر چه چیزی به ما بیعت می دهید و ما بر چه چیزی به تو بیعت بدهیم؟ فرمود علی الاسلام والجهاد، فرمود بر این که بر اسلام پایدار باشید و بر جهاد در راه خدا. اینها پس در اینجا مشخص می شود بیعت بر هجرت، بیعت بر اسلام، بیعت بر جهاد، بیعت بر مرگ، بیعت بر صبر و پایداری، بیعت بر این که فرار نکنید و بیعت بر این که انسان بیعت بدهد بر این که نصح و دلسوزی داشته باشد برای تمام مسلمانان. این هم وجود دارد. در اینجا با هم میان برنامه نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. يا رب عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران، تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن. يا رب عند الموت حسن منطقي، عند السؤال وملتقى الملكان. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. حدیث دیگری از مجموعه احادیثی که امام بخاری تنها با 3 حلقه سند به رسول خدا می رسد صلی الله علیه و سلم. حدیث 7 که به پایان رسانیدیم که اون حدیث از طریق امام سلمه بن اکوع اومده بود، از طریق مکی بن ابراهیم از سلمه بن اکوع و دوباره از طریق ابو عاصم هم اون حدیث روایت شده بود، یعنی حدیث قبلی. اکنون حدیث 8 بیان میکنیم که این حدیث هم امام مسلم و هم امام احمد و هم ابو داود این حدیث دیگر هم روایت نمودند.
حدیث مکی ابن ابراهیم. حالا در صحیح بخاری ما حدیث را بررسی میکنیم. امام بخاری میفرماید حدثنا المکی ابن ابراهیم. امام بخاری با سند خود از شیخ خودش مکی ابن ابراهیم روایت میکند. میفرماید اون هم از یزید ابن ابی عبید و اون هم از سلمه ابن اکوع انه اخبره قال. سلمه ابن اکوع با یزید ابن ابی عبید خبر داده که فرمود خرجت من المدینه ذاهبا نحو الغابه. میگه من از مدینه خارج شدم به سمت جنگل. غابه یعنی جنگل، یعنی جایی بود در مدینه از راه شام و غابه هم منظور جنگل هست، به زبان خودمون جنگل. میفرماید من خارج شدم به سمت اون جنگل که در مسیر راه شام بود. حتی اذا كنت بثنیة الغابه، تا اینکه به ثنیة الغابه رسیدم. ثنیة الغابه یعنی راهی است در کوه که در بین دو کوه قرار گرفته باشد، یعنی راهی که در وسط دو تا کوه قرار گرفته باشد ثنیه به آن گفته می شود و بعضی می گویند منظور یک جای بلندی است از آن. به هر صورت دو معنی برایش بیان شده. می فرماید لقیانی غلام لعبد الرحمن بن عوف. غلام عبد الرحمن بن عوف به من رسید. قلت ویحک ما بک. گفتم وای چه بلایی بر سرت اومده. ویحه کلمه است برای ترحم به کسی. ویل کلمه است برای عذاب. وای بر تو، این وای بر تو میشه ویل. اما ویحک یعنی چه شده، چرا اینجوری هستی، چرا وضعیتت اینجوریه. یعنی انگار وضعیت مناسبی نداشته، گفته چه شده، چرا اینطور هستی. ویحک ما بک. قال اخذت لقاح النبی صلی الله علیه و سلم. گفت تمام شتران پیامبر صلی الله علیه و سلم برده شدند، یعنی کسی آنان را گرفت و کسانی آن را گرفتند و بردند. میگه گفتم چه کسانی این شتران را با خودشون بردن؟ گفت قال غطفان و فزارتو. گفت دو تا قبیله غطفان و قبیله فزاره که انگار بزرگ این دو قبیله، یعنی اون کسی که بر این شتران صدقه هجوم آورده بودند، یعنی این که میگوید شتران پیامبر ربوده شدند، منظور این است که این شترانی بود که در صدقه و زکات جمع آوری شده بودند و رسول الله آن را جمع آوری کرده بود و کسانی آنها را یعنی چوپانی بالاخره آنها را به چراگاه می بردند و چوپان آنها بودند، که این غلام عبدالرحمن بن عوف هم یکی از این افراد بوده. میگه عیینه بن حصن فزاری یکی یعنی انگار رئیس این مجموعه بوده که آمده اند و بر این شتران یورش آوردند و شتران را با خود ربوده اند. بعداً میگه منم همین که اینو شنیدم فصرخت 3 صرخات اسمعت ما بین لابتیها. گفت منم 3 بار صدا برآوردم با صدای تندی به گونه‌ای که این ور و اون ور 2 تا کوه مدینه صدا را شنید. گفتم یا صباحا یا صباحا. معمولا یا صباحا کلمه است در اینجا مثل این که میگه بداد برسید، بیایید،
کمک کنید. یا اینکه کلمه است وقتی که مثلا معمولا کسی میخواهد بر کسی یورش ببرد، هنگام صبحگاهان یورش میبرد، اول صبح میگه بیایید یورش بیاورید که الان وقتش هست. یعنی کسانی آمدند و این شتران را ربوده اند، باید بریم آنها را دنبال کنیم. میفرماید ثم اندفعت حتی القاهم، میگه منم با هرچه قدرت تلاش کردم و به سرعت دویدم به گونه ای که گفتم تا به آنها برسم، تا آنها را بیابم. فاندفعت حتی القاهم، تا به آنها رسیدم. وقد اخذوها، میگه در حالی که تمام شتران را گرفته بودند و یعنی میخواستن همه را میبردند. فجعلت ارمیهم و اقول، میگه من هم داشتم شروع کردم به تیراندازی به سمت آنان. یعنی گفتیم که ما در ترجمه سلمه بن اکوع گفتیم به حدی تیزرو و قوی بوده که به اندازه اسب دونده بوده، یعنی به تنهایی مثل اسب میدوید سرعتش. میگه فجعلت ارمیهم و اقول، من هم داشتم آنان را تیرباران میکردم و میگفتم انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع، گفت من فرزند اکوع هستم، من سلمه بن اکوع هستم و امروز روز شیر خوردن است. یعنی رضع به من رضع جمع راضع است، راضع یعنی شیرخور. اما مثلا کسی که میگوین ذلت و پستی و خاری را کسی از پستان مادرش خورده و نوشیده، منظورش همین است. میگه امروز روز نابودی کسانی است که پست و خار و ذلیل هستند. انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع. این رضع جمع راضع است، راضع یعنی شیرخوار، یعنی امروز روز شیرخواران است. یا اصلا ما میتونیم بگوییم منظورش این بوده که آنان را در برابر خودش مثل کودکان شیرخوار به حساب آورده. یا اینکه همان که بعضی میگویند یعنی اینها کسانی هستند که از پستان مادرشان پستی نوشیدند، یعنی انگار این بدی و بدکاری را از همون پستان مادرشان نوشیدند و خوردند. پس امروز روز نابودی شما هاست. ولی به نظر خودم این تفسیر اول قشنگتر است، یعنی امروز روز رضع است. رضع یعنی شیرخواران، شما شیرخوار هستی در برابر من. یعنی اینقدر قوی و نیرومند بوده این سلمه بن اکوع، به تنهایی خودش به سمت این افراد زیاد رفته و آنان را مورد هجوم قرار داده و با تیر و کمان خود آنان را تیر باران کرده با کمان خود. میفرماید فاستنقذتها منهم قبل ان یشربوا، میگه من شتران را از آنان گرفتم قبل از اینکه آب بخورند. آخر این وضعیتی است برای این است که چون آنان به لب آب رسیدند و قبل از اینکه آنان بتوانند از اون آب هم بخورند از آنان گرفت. یعنی میگه مرتب میرفتم و به سمت هر کسی تیر شلیک میکردم و آنها یکی پس از دیگری شتران را پس از خود به جا میگذاشتند، دیگه فرار میکردند تا خودشون رو نجات بدهند از دست من. همون که فرار میکردند و اونا میرفتند و شتران را بعد از خود به جا میگذاشتند، خودشون به سرعت میرفتند و شتران را به جا میگذاشتند. ما گفتیم چون این به حدی تیزرو بوده، به اندازه اسب تیزرو بوده با تنهایی خودش. فاقبلت بها اسوقها، میگه من آنها آوردم و داشتم شتران را همه برگردوندم. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان القوم عطاش، میگه رسول الله به من رسید صلی الله علیه وسلم، یعنی دیگه این که صدا زده بود اونها هم صدای سلمه بن اکوع را شنیده بودند و اولا به دنبالش آمده بودند، ولی دیگه سلمه
منتظر آنان نمیمونه، خودش حرکت میکند و آنان را تیرباران میکند و در واقع از ترس و وحشت یکی پس از دیگری شتران را به جا میگذارد و 30 تا شتر را برمیگرداند. فقلت یا رسول الله ان القوم عطاش و اینی اعجلتهم ان یشربوا سقیهم. گفتم ای رسول خدا، الان اون قومی که من آنان را دنبال کردم بسیار تشنه هستند و هنگامی که بر سر آب رسیدن خواستن آب بنوشند، من اجازه و فرصت به آنان ندادم و حتی نتونستند یک جرعه آب را بنوشند. اکنون وقت مناسبی است که دوباره بر سر آنان برگردیم. فبعث فی اثرهم. گفت ای رسول خدا، کسانی را دنبال آنان بفرست. فقال یا ابن الاکوع ملکت فاسجح ان القوم یقرون فی قومهم. گفت ای سلمه ابن اکوع، شما ملکت، یعنی بر آنان مسلط شدید و تونستید شتران را از آن بگیرید. پس فاسجح یعنی سخت نگیر دیگه، کافی است، همین کافی است که شما انجام داده اید. ان القوم یقرون فی قومهم. اکنون دیگه اونها به قوم خود رسیده اند و الان در اونجا دارن مهمانی میشوند و پذیرایی میشوند. دیگه به جای امن خود رسیده اند و دیگه کافی است. همین که تونستی آنها را شتران را از آنان بگیرید و بالاخره آنان را اذیت کردی، همین خودش کافی است. اکنون دیگه فایده ای ندارد آنان، چون اونا به قوم خود رسیدند. حالا امام بخاری این حدیث را کجا آورده؟ این حدیث شماره 3041 است، در این باب آورده. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته یا صباحا حتی یسمع الناس. امام بخاری در اینجا آورده، یعنی کسی دشمن را میبیند و با صدای بلند صدا برمی آورد یا صباحا، یا صباحا. کلمه یا صباحا به کار میبرد که من گفتم یعنی یا صباحا یعنی بداد، یعنی آنان را به کمک میطلبد و آنان را از آنان میخواهد که هرچی سریعتر خود را به دشمن برسانند و اتفاقی افتاده و اتفاق هم همین بود که این شتران را ربوده بودند و آنان را متوجه ساخت. حتی یسمع الناس، پس صدا را بلند می کند تا صدا را به گوش مردم برساند. حالا این حدیث اگر ما کامل این حدیث را بخونیم که خیلی مفصل و قشنگ است، خیلی قشنگه، یعنی تفصیلات بیشتر این حدیث می توانیم در امام مسلم هم این حدیث را روایت نموده با در واقع بسیار مفصل و طولانی که ما اگر بتونیم بخونیم بعد مشکلی نیست که من سعی می کنم قسمت های از این را بیان کنم. این حدیث که امام مسلم با سند خود بیان می کند از ابو بکر بن ابی شیبه، اون هم از هاشم بن قاسم، دوباره از اسحاق بن ابراهیم، اون هم از ابو عامر عقدی، همه اینها از عکرمه بن عمار حدیث را روایت می کنند و به هر صورت تابع حدیث عکرمه که فرزند عمار است میگه ایاس بن سلمه به من گفت که پدرم گفته. ایاس بن سلمه یعنی ایاس فرزند سلمه بن اکوع. میگه پدرم گفت قدمنا الحدیبیه مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن 14 مئة. میگه ما به حدیبیه رسیدیم، وارد حدیبیه شدیم با رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در حالی که ما اینجا گفته 1400 بودیم. 1400 یعنی 1400 نفر بودیم. و علیها 50 شاة لا ترویها. میگه آب حدیبیه بگونه بود 50 گوسفند اونجا بود که اون آب اون 50 گوسفند را سیراب نمی کرد، یعنی آب خیلی کمی داشت.
قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الركية. رسول الله صلى الله عليه وسلم بر لبه این چا نشست، قرار نشست. فإما دعا و اما بصق فيها. میفرماید یا این که دعایی کرد یا یکمی تفی در آن انداخت در اون چا. قال فجاشت فسقینا واستقینا. میگه به محض این که رسول الله این کارو انجام داد، این آب جوشید. فجاشت یعنی آب بالا آمد به کلی. این چا که این گوسفندان را سیراب نمی کرد که الان ما 1400 نفر بودیم، تنها 50 گوسفند اونجا بودن، به زحمت میتونستن آب بنوشند از اون چا، اما 1400 نفر که ما اونجا بودیم. فسقینا آب نوشیدیم، و استقینا و برای خود آب گرفتیم و با خود حمل کردیم. قال بعدا فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دعانا للبيعة في اصل الشجره. بعدا رسول الله ما را دعوت نمود برای اینکه بیعت بدهیم، یعنی در زیر آن درخت. میگه من بیعت دادم، اولین کسی بودم، سپس بیعت دادن و بیعت دادن حتی اذا كان في وسط الناس. میگه تا مردم تقریبا نیمه شدند، نیمه مردم بیعت دادن. دوباره رسول الله فرمود بایع یا سلمه، ای سلمه دوباره بیعت بده. میگه منم گفتم بیعت دادم ای رسول خدا، در ابتدا من بیعت دادم. فرمود دوباره بیعت بده. و رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم عزلا. میگه رسول الله دید که من در یک گوشه نشستم، که ما این حدیث را قبلا بیان کردیم. لیس معه سلاح، که رسول الله میگه من در یک گوشه نشسته بودم بدون اینکه سلاحی با خود داشته باشم. بعدا رسول الله صلی الله علیه و سلم حجفة او درقة. رسول الله فاعطانی حجفة او درقة. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک کلاهخودی یا یک سپهری به من داد. ثم بایع، سپس بیعت داد حتی تا مردم تقریبا به آخر رسیدن. بعدا فرمود یا سلمه الا تبایعنی یا سلمه، آیا به من بیعت نمی دهید که قبلا بیان کردیم؟ گفت بله، من که بیعت دادم ای رسول خدا در ابتدا و در وسط. فرمود باز هم بده. میگه باز هم بار سوم بیعت دادم، که ما در اون حدیث قبلی گفتیم در بار دوم، حتی در اینجا میفرماید بار سوم. بعدا گفت ای سلمه چیکار کردی به اون سپری که بهت دادم؟ گفتم ای رسول خدا عمویم عامر چیزی نداشت، من به او دادم. فرمود رسول الله خندید، فرمود انك كالذي قال الاول اللهم ابغني حبيبا هو احب الی من نفسی. میگه شما حال شما مثل کسی است که گفته، یعنی از قول گذشتگان، خداوندا من دوستی را میخواهم، دوستی به من بده که از خودم نزد من محبوب تر باشد. انگار عمویت را از خودت محبوب تر دانسته اید. میگه رسول الله اینو فرمود و خندید. سپس مشرکین آمدند و گفتن ما میخواهیم صلح کنیم. تا بعضی از ما رفتیم و بالاخره و با هم صلح کردیم. و من کسی بودم پیرو طلحه بن عبیدالله بودم، مثل که تابعی او بودم، زیر فرمان او بودم و اسبش را به اسبش آب می دادم و احسه و او را خدمت می کردم. یعنی کارهایی که داشت من برایش انجام می دادم. برای طلحه بن عبیدالله احسه یعنی احک ظهره بالمحسه. میگه من یعنی انگار یک حالتی است که انسان اسبی را که داشته باشد باید به او برسد و او را حتی مالش میدهد و تمیز میکند پشت او و به همین صورت تا کاملا به او میرسد. میگه من بالاخره با او بودم و به او رسیدگی میکردم به شترش و او را یاری میدادم و او را خدمت میکردم و آکل من طعامه و از
با او در خوردن غذایش با او شریک بودم. و ترکت اهلی و مالی مهاجرا الى الله و رسوله صلی الله علیه و سلم. میگه من خانواده خودم و ثروت و دارایی خودم را رها کرده بودم و هجرت کرده بودم به سوی خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم. میگه هنگامی که ما با اهل مکه صلح کردیم و با هم دیگه قاطع شدیم و بالاخره آمد و رفت درست شد در میان ما، اتیت شجرة فکسحت شوکها فاضطجعت فی اصلها. میگه من آمدم کنار درختی و خارهایی که اونجا بود همه را پاک کردم و در زیر آن درخت دراز کشیدم تا اینکه 4 نفر از مشرکین اهل مکه به سوی من آمدند و شروع کردن به بدگویی به رسول خدا صلی الله علیه وسلم. میگه منم آنان را کاری کردم که آنان را خشمگین کردم و اونجا را خالی کردم و به جای دیگری زیر درخت دیگری رفتم و آنان سلاحهای خود را آویزان نمودند و دراز کشیدند. در حالی که چنین حالتی بود، ناگهان شخصی از پایین دره صدا برآورد، گفت یا للمهاجرین قتل ابن زنیم. گفت ای مهاجرین، به داد مهاجرین برسید، ابن زنیم کشته شد. میگه منم فاخترت سیفی، شمشیر خودم را بیرون کشیدم و بر اون 4 نفر خودم را بر اونا تند کردم و رفتم. دیدم همه آنان خواب هستند و تمام سلاحایشان را جمع کردم و همه را در دستم گرفتم. ضغثا فی یدی، همه را در یک دستم جمع کردم و گرفتم. قال قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع احد منكم رأسه الا ضربت الذي فيه عيناه. گفتم قسم به کسی که روی محمد را گرامی داشته صلی الله علیه وسلم، کرم وجه محمد. سبحان الله. پس این کرم وجه محمد برای رسول الله است. قسم به کسی که روی محمد را گرامی داشته و صورت او را گرامی داشته، کسی از شما سرش رو بلند نمی کند مگر این که به صورتش میزنم. میگه پس دیگه یعنی گفتم حرکت نکنید. آنان را آوردم پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم و عمویم عامر اون هم یک نفری از قبیله عبلات آورده بود که با او میگفتن میکرس یقوده الى رسول الله على فرس. اون هم با اسبی او را به سوی رسول خدا آورده بود صلی الله علیه وسلم، مجفف فی 70 من المشرکین، که با 70 نفر از مشرکین، یعنی انگار این رئیس آنان بوده. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فرمود اینها را رها کنید، مشکلی نیست تا آغاز فجور از اینها شروع شود. یعنی الان ما با هم صلح کرده ایم، اگر ما بیاییم اینها را با آنها رفتار بد رفتاری کنیم دیگه ما عهد را شکسته ایم. هرچند اینا شروع کردند اما آنها را الان عفو کنیم. فعفى عنهم رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله آنها را عفو کرد، دیگه بر آنها کاری نکرد و گفت اینها را آزاد کنید، اشکالی ندارد تا آغاز فجور از آنان آغاز شود، نه از ما اینها را کاری به اینها نداریم، حداقل ما فعلا در صلح هستیم. بعدا پروردگار این آیه را نازل نمود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی کیف کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم. میگه پروردگار همون کسی است که دست آنان را از شما نگه داشت که نتونستن دستشون به شما برسد و دست شما هم از آنان نگه داشت که شما آنها را نکشتی بی بطن مکه. در انگار میگوید در بیابان مکه، من بعد ان اظفرکم علیهم، بعد از اینکه شما بر آنان مسلط شدید و پروردگار شما را بر آنان مسلط گرداند، اما شما آنان را نکشتید. این کار بسیار پسندیده ای کردی که شما. بعدا فرمود ثم خرجنا راجعین الى المدینه، تا ما برگشتیم به سمت مدینه. ظاهرا وقت به پایان رسیده است و همین خواستم که
بزرگی این مرد و این داستان بسیار شیوا و قشنگی است. اگر فرصتی شد که ما به تفصیل بیشتری این مطلب را بیان کنیم خیلی بهتر است. در اینجا همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله